سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 4 می. دادستانی تاجیکستان میگوید گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی اساس ندارد و هدف آن بدنام کردن تاجیکستان است. دادستانی با نشر بیانیه رسمی در وبسایتش روز 4 می گفت که هیچ یک از افراد بازداشت شده اذیت نشدند و با آنها موافق قانون رفتار می‌کنند. مؤلفان این گونه خبرها برای اساس نکنی وجه‌های خود یگان دلیل نآورده از افشا کردن نامناسبشان کناره‌جویی می‌کنند که این گواهی باوری نداشتن خود آنها به گفته‌هایشان میباشد. قاصدین واحدخان و سیف‌الله زاده حکمت‌الله که عین حال برای صادر نمودن جنایت‌های مشخص در مؤسسه تفتیشاتی قرار دارند، خبر پخش شده را قطعاً رد کرده ابراز نمودند که کسی آنها را زیر شکنجه و یا فشار روحی قرار نداده است. از این پیشتر وبسایت‌های مخالفان دولت تاجیکستان و اعضای فراری حزب نهضت که حالا سازمان تروریستی اعلام شده است نوشتند که مفتشان واحدخان قاصدینوف و حکمت‌الله سیف‌الله زاده دو عضو ریاست حزب را شکنجه دادند. خبرنگاران تاجیک هم روز 3 می در روز آزادی مطبوعات خواستند پرونده حکمت‌الله سیف‌الله زاده که خبرنگار نیز هست بازنگری شود. او یک نفر مذهبی نبود بلکه یکی از ژورنالیستان کسبی بود که این رسانه ها را راهبری میکرد و هیچ باری هم با قرار سود این یا آن مطلب این رسانه افراطگرایی اکستریمیستی یا دیگر شناخته نشده است. مقامات تاجیکستان بعد ممنوع کردن فعالیت حزب نهضت در ماه سپتامبر 13 عضو ریاست حزب را با اتهام همدستی در آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دستگیر کردند. خودشان میگویند که بیگناهند. و از ضمن دو سازمان حامی حقوق انسان امروز از حکومت تاجیکستان خواستند 4 وکیل دفاع را فوراً از بازداشتگاه آزاد کند. سازمان هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ روز 4 می با نشر گزارش گفتند که در تاجیکستان از سال 2014 تا کنون کمش 5 وکیل دفاع از جمله بزرگمهریاروف و شهرت قدرتوف را با اتهامات بافته دستگیر کردند. این وکیلان دفاع از حقوق مخالفان دولت تاجیکستان از جمله اعضای حزب نهضت اسلامی حمایت می‌کردند. امروز هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی از حکومت تاجیکستان دعوت می‌کنند که عهده‌داری‌های بین‌المللی خود را اجرا کند و به ویژه اسناد سازمان ملل درباره کار ادوکات‌ها و حقوق‌شناسان را رعایت کند. در این سندها گفته می‌شود که ادوکات و حقوق‌شناسان نباید برای کارشان جزا گیرند. هر دو سازمان حامی حقوق همچنین خواستند فشار بر دیگر وکیلان از جمله اسحاق تبروف که 2 پسرش زندانی شدند خاتمه یابد. مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org. یک دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا در تاجیکستان در نشست خبری گفت محدود کردن آزادی و بی‌اعتنایی به حقوق انسان مانع رشد اقتصادی در کشور می شود. هدایت بیشویچ رهبر دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه روز 4 می در پایتخت گفت که این اتحادیه همچنان به تاجیکستان برای رشد اقتصادی کمک می کند ولی یک شرط کمک رعایت حقوق انسان و تامین آزادی های آنهاست. رهبر دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه گفت وضع آزادی بیان در مقایسه با سالهای پیش در تاجیکستان بدتر شده است و ماه آینده مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در مکالمه با تاجیکستان حتما مسئله بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان را با مقامات در میان میگذارند. صحبت کامل با هدایت بیشویچ در وبسایت azadi.org. 10 نفر از ساکنان روستای رامیت در ناحیه وحدت از ترس سیل شب را زیر باران و آسمان روز کردند. ساکنان این روستا در جماعت رامیت روز 3 می بر رادیو آزادی گفتند در نتیجه باران سیل سطح رودخانه کنار ده بالا رفت ولی خوشبختانه خانه ها آسیبی زیاد ندیدند و کسی نیز تلف نیافته است. 4 بار شد من سیل میزنم یک تا دادم نمیرسه حال در این مورد نیاز حوزت بود من یک رات خواستم من اینجا گنا با کاتشکه من زد بود پورینا من این با انمی اولم کرد این خیلی داره من کجا رو در روستای رامیت 400 خانواده زندگی میکنند و بسیاری از خانه ها نزدیک بر رودخانه ساخته شدند و خطر سیل هر سال با آنها تهدید میکند. با گفته ساکنان آنها بارها خواستند که با آنها در جای امن زمین بدهند ولی مقامات درخواستشان را رد کردند.
یک هواداری دسته فوتبال لستر انگلیا روز 3 اپریل به مناسبت قهرمان انگلیا شدن دسته دوست داشته‌اش دوستانش را به ضیافت دعوت کرد. دعوت به ضیافت نه تنها پیروزی لستر بلکه 25,000 فونت برد لیگ گربرت است که برای پیشگویی درستش در بازی به دست آورد. او اول امسال 5 فونت را به بازی قمار گذاشت که لستر قهرمان انگلیا می شود و 25,000 برد کرد. وقت دور دوم چمپیونات شروع شد، من گرفتن فایده را آغاز کردم. آدمانی بودند که می‌خواستند پیشکی این قمار را از من خریداری کنند. هر وقتی که قوه آزمایی ها را تماشا می‌کردم، هیجانی می‌شدم که چی پیش خواهد آمد. خوابم نمی‌برد، خود را خیلی بد حس می‌کردم. گربرت میگوید 5 فونت را هم در حالت مستی به قمار گذاشت ولی حالا خوشحال است زیرا بسیاری از پول به دست آورده‌اش را برای خریدن خانه خرج می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.